این روزها یه جمله بسیار معروفی از مارتین لوترکینگ، اندیشمند بزرگ آمریکایی، یه بخش زیادی از ذهن منو مشغول کرده. اونجایی که میگه The time is always right to do what is right، یا همیشه زمان درست برای انجام کار درست همین حالاست. یه مفهوم خیلی خیلی مهمی پشت این جمله وجود داره و اونم اینه که اگر تو زندگی به یه تصمیمی رسیدید که فکر میکنید تصمیم درستیه، انجام اون رو هیچ وقت به یک شرایط ایدئال‌تر و به یک شرایط بهتری در آینده موکول نکنید و همین حالا انجامش بدید، به دلیل اینکه اصالت در عمل و انجام اون کاری که فکر میکنیم درسته ما رو در یک جای خیلی خیلی مرتفع تری توی زندگی قرار میده. همه ماها صبح تا شب داریم میخونیم، صبح تا شب داریم بالا و پایین میکنیم، تحلیل میخونیم، کتاب میخونیم برای اینکه به یه تصمیماتی برسیم، ولی خیلی موقع که به این تصمیمات میرسیم انجام اون رو به یک زمان خیالی در آینده موکول میکنیم، در حالی که تردید نکنید که تعلل در انجام کار درست هزینه‌هاش برای ما خیلی خیلی بیشتر از اینه که اون تصمیم و کار درست رو در یک زمان شاید نامناسب‌تر انجام داده باشیم. با من همراه باشید.